حقایق جدایی آریانا سعید از اسیب سایت فاش شده است. افشای رازهای بزرگ آریانا سعید در کشور امارات متحده عربی و سفر اسیب به کانادا نزد همسر اولش. دلیل این جدایی چی بوده است؟ آریانا سعید اکنون در کدام کشور زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار بدید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. آریانا سعید ملکه دلهای افغان یکی از هنرمندان با استعداد، نام‌آوازه و مشهور کشور بوده است. شهرت و محبوبیت آریانا سعید از مرزهای افغانستان عبور کرده است. آهنگ‌های اعتراضی آریانا سعید از طرف جامعه جهانی تا کنون بارها تقدیر شده است. آریانا سعید اولین هنرمند افغان بوده است که در پارلمان اروپا آهنگ اعتراضی برای دفاع از حقوق زنان سرود. آریانا سعید کارهای هنری بیشماری برای دوستداران و طرفداران هنرش در داخل و خارج از کشور اجرا میکرد. وی قبل از تغییر رژیم حاکم در کشور در افغانستان سرمایه گذاری بزرگی کرد و برند از لباسهایش ساخت. اما از وقت بعد آریانا سعید یک ماه هم از دکان لباس فروشی وی نگذشت که دکانش از هم پاشید. آریانا سعید سرمایه و تجارت خود را به کشور ترکیه انتقال داد و اکنون در کشور ترکیه قرار است دوباره برندی از لباسهایش را دوباره افتتاح کند، ولی به خاطر سرمایه گذاری به کشور دبی رفته بود و در آنجا میخواست رستوران به نام خودش بسازد. رفتار آریانا سعید با مردان عربی باعث خشم و قهر اسیب شد و به همین خاطر نامزدش به کشور کانادا رفت و آریانا سعید اکنون در دبی زندگی به تنهایی میکند. ولی معلوم نیست آیا با واقعیت اسیب از آریانا جدا شده است و یا برای مدتی از هم دیگر دور هستند. ولی من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این جوانان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. همراهان و دوستان خوبم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و طرفداران آریانا سعید و اسیب به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان سپرده موفق و کامگار باشید.